طبیبان و طبیبان از جمهوری تاجیکستان در آرامگاه ابوالقاسم فردوسی. من حاضر گیت یعنی راهبردی میکند محمود میتر این داخل بینا. به نام خداوند جان و خرد کسی برتر اندیشه بر نگذرد. فردوسی سراینده شاهنامه است. بیشتر مردم شاهنامه رو با داستان هفت‌خان رستم میشناسند. داستان هفت‌خان رستم با زاده شدن زال آغاز میشه. سام ابر پهلوان ایرانی خداوند بهش یک فرزند میده که شوربختانه تا موهای بدنش سفیده. سام احساس میکنه که مورد خشم آفریدگاره. در همین زال رو در کوهستانی رها میکنه. اینجا جایگاه سیمرغ زال رو شکار میکنه و میبره توی لونه خودش. اما مهر آفریدگار شامل حال زال میشه و جوجه‌های سیمرغ زال رو نمیخورن. برای همین زال در کنار سیمرغ شروع میکنه به بزرگ شدن و برای خودش پهلوانی میشه. یکی از نشانه‌های پهلوانی نبرد با شیر هست که زال برنده این نبرد میشه. زال به سن بلوغ میرسه و نیاز به تشکیل خانواده پیدا میکنه. برای همین از پیش سیمرغ میخواد بره. سیمرغ این اجازه رو بهش میده، اما پر خودش رو بهش میده. میگه هر وقت به مشکلی برخورد کردی پر من آتش بزن، من فلفل حاضر میشم و به مشکل تو رسیدگی میکنم. زال با دختری آشنا میشه به نام رودابه. ماحصل این ازدواج یک فرزند تنومندی هست به نام رستم. اما زمانی که رودابه میخواد وضع حمل کنه، درد زایمان وحشتناکی سراغش میاد و بیهوش میشه. زال یاد پر سیمرغ میفته. پر سیمرغ رو آتش میزنه، سیمرغ حاضر میشه و بهش میگه چون فرزند خیلی تنومنده، تنها طریقی که میتونی فرزند رو تندرست به دنیا بیاری اینه که پهلوی مادر رو بشکافی. این عمل رو امروزه بهش چی میگن؟ جراحی بولیش قیصری، چوکی جراحی سزارین یا قیصری. شما درود بر شما. این عمل برای نخستین بار در ایران اتفاق افتاده و بر اساس شاهنامه بر رستم اینگونه به دنیا اومده. برابر فارسی سزارین میشه رستمینه یا رستمزاد. فقط یک تفاوتی وجود داره. زمانی که جولیوس سزار به دنیا میاد مادرش فوت میکنه، اما زمانی که رستم به دنیا میاد مادرش میگه به رستم بگفتا غم آمد به سر، نهادند رستمش نام پسر. یعنی هم مادر و هم فرزند هر دو تندرست هستند. از اینجا به بعد داستان هفت‌خان رستم آغاز میشه. خان هفتم رو براتون گزارش میدم. بله اونا فقط کمی از یه ذره عقب‌تر وایسی. سپاسگزارم. در خان هفتم رستم با دیو سپید مبارزه میکنه. یک پرسش: معمولا دیوها شکل و شمایل بدی دارن و نامهای بدی. چرا فردوسی اسم این دیو و دیو سپید گذاشته؟ در صورتی که سپیدی نشانگر خوبی ها و روشنایی هاست. کسی میدونه چرا نامش دیو سپیده؟ من اگه بخوام از شما کلاهبرداری کنم یا اینکه شما رو فریب بدم، با ظاهر آراسته میام و حرفای قشنگ میزنم. فردوسی داره به ما آموزش میده گول ظاهر و حرفای قشنگ مردم رو نخورید. درسته که ظاهر خوبی دارن، اما اگر اندیشه بدی داشته باشن در درونشون یک دیوی نهفته دارن. در دیدگاه فردوسی دیو هیولا نیست. فردوسی میگه تو دیو را مردم بد شناس، کسی کو ندارد ز یزدان سپاس. هر آن کو گذشت از ره مردمی، ز دیوان شمر مشمرش ز آدمی. میگه یه وقت فکر نکنید دیو هیولاست برای خود شاه داره، سوم داره، دوم داره. نه، اون کسی که آفریدگار رو ستایش نمی‌کنه بیگمان هم به پدر مادرش احترام نمیذاره، هم دروغ میگه و هم خیانت و ستمگری میکنه. پس در دیدگاه فردوسی دیو هیولا نیست. من شاید ظاهری مثل آدم داشته باشم، اما اگر اندیشه بدی داشته باشم منم یک نوع دیو هستم. رستم با دیو سپید مبارزه میکنه و دیو سپید رو شکست میده. بیایید این بخشم براتون گزارش کنم. ببخشید من رد شدم.